پهلوان تاجیک اکمل مرادوف روز 27 ایول در مسابقه گشتین دیزودو در وزن تا 81 کیلوگرم در بازی‌های المپیک توکیو 2020 در دوره اول چوشتر اندرف از گواما را شکست داده، ولی در دور دوم از ورزشگر معروف گرجستان تاتو تریگالاشویلی مغلوب شد. تریگالاشویلی که همگی 21 سال دارد، امسال در چمپیونات جهانی در مجارستان سزاوار مدال نقره شده بود و یکی از رقیبان از همه بقوت در این وزن حساب میشد. همین طریق در پی شکست از رقیب گرجیش بازی‌های المپیک توکیو برای اکمل مرادوف نیز انجام یافت. تیمور رحیموف در مراسم افتتاح المپیاد توکیو پرچمبردار تیم المپیک تاجیکستان بود. از 10 عضو تیم المپیک تاجیکستان اکمل مرادوف اینک سیومین نفر است که المپیاد توکیو را پیش از مهلت و متاسفانه به مدال جنبش کردند.